خب الان جواد میخواد یک دقیقه تا یک دقیقه شما محمد مهدی میشماره، خودش هم نفسش میشماره. نه یک دقیقه. بعد میخوان بنویسیم. تمام، شما تمام کنید دیگه. تمام. حالا محمد مهدی بشین سر جدا. نه حالا محمد مهدی چند تا نبض داشت؟ 60 تا شمرد. خودت چند تا دم و بازدم داشتی؟ 18. ساعتی بنویس رو با ماژیک بنویس پای تخته. پای تخته. حالا داستان از اینجا جالب میشه. باید محمد جواد 20 تا پروانه بزنه، دوباره ما نبضش یه دقیقه بگیریم. پروانه که میدونه چیه؟ درسته؟ باش پروانه بزن. پروانه رو بزن. بزن. 1 2 3. تو بنویس اون نبضو. چیشو بنویس؟ 6 دم و بازدم 18 خب حالا بشین سر جات. بوده ما نهتی ساعتی ولش کن اونا. ساعتو بگیر 1 دقیقه. الان هم نبضش هم نفسات. خودت بشین سر صندلی. بشین سر صندلی. بوده. خب دستتو بگیر. بشمار. شروع شد. آره بگیر. بله. نه الان شروعه بچه، الان شروعه. نه نمیافت. ولی افتاد. اصلا دوربین من شاید اونجا نگیره. آقای تو 30 سالیه 120 تا زن. آقای تو 120 تا زن. آقا 120 خب بنویس دم و بازدم. اون 18 مساوی با حالا زمانی که 20 تا چیزه. بنویس 30 تا دم و بازدم. 30 تا نبضش هم 98. اون آره قبلی 60 بود. بنویس نبض. نه تاعتی نبض نه به ز زادی. وایسان تاعتی. حالا خدا وای خدا نبض با ز زاده. آره حالا عددا رو نگاه کنید. عددا رو آره بذارم اینو بذارمش اینجا. چیه؟ آره اینجا. نه اینجا میفته، واقعا میفته. چی؟ آره تو بیا اینجا دست. میخوای بالا روی صندلی. بیا صندلی. بچه‌ها همه جوان آسین مثلا بشین جا تو جوان بازم قبلی حالت آروم 18 بود. نبضش هم بود 60 گرفتیم. وقتی که 20 بار پروانه زد نبضش رفت بالا، دم و بازدمش رفت بالا. 30 بار دم و بازدم داشت نبضش شد 90. اصلا چه تغییر کرد؟ ما ضربان قلب رو تغییر کنیم. همین بچه ها برای 1000